عزیز من این ریش سیمای تروریست نیست. او تروریست لعنتی میخواهد با ریش تراشیده هم با موی سرم با پاپیراس آن رو همون نیت ناپاک شکند. محمد تروریست نبود، اصحاب محمد تروریست نبودن، ریش زیباگیشان بود. ما علماء الحمدلله تروریست نیستیم، ما از تروریست بیزاریم. ما کسی میخواهد مسلمان خیانت کند در خانه‌ش و در ملکش و در آرامش، ما از او بیزار هستیم. نخواد که ریش نشانی تروریستی باشد، نخواد که تاقیچی سفید نشانی تروریستی باشد. یا الله، وقتی که از تاقیچی سفید عزیزان من شما نفرت داره، از کفن سفید هم نفرت کنه، کفناتان سانی سرخ کنه نباشد. پیغمبر خدا بهترین لباس مسلمان لباس سفید است، کرتی سفید، تاقی سفید، صدری سفید، حضرت حتی مرده ها تان کفن سفید کنه. تکبیر!